سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یکی از مهمترین و راستش کاربردی ترین بخشای گرامر آلمانی، زمان گذشته، یعنی das Perfekt. اگه میخواین مکالمتون طبیعی به نظر برسه، این همون چیزیه که بهش احتیاج دارین. آماده این؟ بزن بریم. خب بذارید با یه سوال شروع کنیم. فکر کنید میخواید به دوست آلمانیتون بگید دیروز چی کار کردید؟ از چه کلمه ها و چه ساختاری استفاده میکنید؟ جواب این سوال دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره با هم یاد بگیریم. ببینید نکته کلیدی همینه. das Perfekt زمان گذشته محاوره‌ای و روزمره است. یعنی همون چیزی که تو خیابون و بین دوستاتون میشنوید. پس اگه میخواین مثل خود آلمانی ها صحبت کنید و روان به نظر برسید، یاد گرفتنش از نون شب هم واجب تره. شاید اولش فکر کنید که وای، گرامر آلمانی چقدر پیچیده است. اما خبر خوب اینه که ساختن این زمان مثل جور کردن یه پازل دو تیکه‌ای میمونه. خیلی ساده است. فقط 2 تا جزء اصلی داره که کافیه این دوتا رو درست کنار هم بذارید. خب اینم از فرمول جادوییمون. ببینید چقدر ساده است. قدم اول یه فعل کمکی میذاریم، یا هابن یا زاین. این میاد جایگاه دوم جمله. قدم دوم اون فعل اصلیمون رو به شکل گذشتهش که بهش میگیم پارتیسیپ سوای میندازیم ته جمله. همین. این ساختار که یه تیکه از فعل اول میاد و یه تیکش آخر مثل یه پرانتز جمله رو بغل میکنه. خود آلمانی‌ها بهش میگن Satzklammer. بسیار خوب، بریم سراغ قطعه اول پازل که اتفاقاً مهمترین تصمیم شما هم هست. کی باید از هابن استفاده کنیم و کی از زاین؟ قانونش خیلی سراسته، اصلا نگران نباشید. ما از ساین فقط و فقط برای 2 گروه از فعل‌ها استفاده می‌کنیم. گروه اول، فعل‌هایی که توشون یه حرکت از نقطه A به نقطه B هست. فکر کنید به رفتن، اومدن، دویدن، پریدن. گروه دوم، فعل‌هایی که یه تغییر حالت رو نشون میدن. مثلا چی؟ مثلا اشتربن یعنی مردن، یا aufwachen یعنی بیدار شدن. از یه حالت به یه حالت دیگه رفتیم، درسته؟ حالا خبر خوب چیه؟ اینه که برای تقریباً تمام فعل‌های دیگه راحت از هابن استفاده می‌کنیم. پس هابن انتخاب پیش‌فرض و رفیق همیشگی ماست. یه نگاه به این جدول بندازید تا قشنگ براتون جا بیفته. مثلا گهن یعنی رفتن، چون حرکت و جابجایی داره، فعل کمکیش زاین هست. اما مثلا کافن یعنی خریدن، که خب یه کاره و جابجایی خاصی نداره، پس با هابن میاد. همیشه از خودتون بپرسید آیا حرکتی از یه جا به جای دیگه اتفاق افتاده یا یه تغییر حالت بزرگ داشتیم؟ اگه جواب نبود، پس فعل کمکی شما 100% هابن هست. عالیه. فعل کمکی رو یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ اون تیکه دوم پازل. یعنی چجوری فعل اصلی رو به شکل گذشته یا همون پارتیسیپ 2 تبدیل کنیم. خب فعل‌ها توی آلمانی برای این کار به 2 تا گروه اصلی تقسیم میشن. گروه اول فعل‌های با قاعده یا به قول خودشون ضعیف هستن. اینا بچهای خیلی خوبی هن، خیلی قابل پیش بینی هن و از یه فرمول ثابت پیروی میکنن. فرمول این فعل‌های با قاعده اینه: یه گ میچسبونیم اول ریشه فعل، یه ت هم میذاریم آخرش. تموم شد و رفت. مثلا کافن میشه گکافت، یا فاین که یعنی جشن گرفتن میشه گفایرد. فعل معروف ماخن هم میشه گماخت. دیدی چقدر راحت بود؟ خب حالا میرسیم به گروه دوم، فعل‌های بی قاعده یا قوی. اینا یه خورده سرکش و یاغی‌ان، از قانون خاصی پیروی نمی‌کنن و معمولاً حرف صدادار وسطشون عوض میشه. تنها راه چاره همینه که اینا رو به خاطر بسپاریم. اینجا چند تا از مهمترین و پرکاربردترین فعل‌های بی‌قاعده رو می‌بینید. به تغییرات حرف صدادار وسطشون خوب دقت کنید. ببینید چطور توی گیهن اون ا تبدیل به آ شده و شده گگانگن، یا توی شویمن اون ای تبدیل به او شده و شده گشرومن. این الگوها رو که ببینید حفظ کردنشون خیلی راحت تر میشه. چند تا استثنای کوچولو ولی مهم هم داریم. فعل‌هایی که آخرشون ایرن داره مثل استودیرن، و فعل‌هایی که پیشوندهای جدا نشدنی مثل ب یا فر دارن دیگه اون پیشوند گ رو اولشون نمیگیرن. پس استودیرن میشه استودیرت و فرکافن میشه فرکافت. یه نکته دیگه هم در مورد فعل‌های جدا شدنیه مثل آنکومن، که اون گ میاد وسط پیشوند و ریشه قرار میگیره و میشه آنگکومن. بسیار خوب، هر 2 تا تیکه پازل رو یاد گرفتیم. حالا وقتشه که اینا رو بذاریم کنار هم و ببینیم یه جمله کامل و درست و حسابی توی زمان پرفکت چطوری ساخته میشه.
این مثال ساده رو ببینید. هابن فعل کمکی ماست که قشنگ نشسته سر جایگاه دوم، گکافت هم که اسم مفعولمونه رفته آخر جمله. این اسکلت اصلی زمان پرفکت هست. حالا یه مثال با زاین. چون فارن یه فعل حرکتیه از زاین استفاده کردیم. برای فاعل فعل زاین میشه است که فارن هم که مثل همیشه رفته آخر جمله. اینم یه مثال عالی برای اون دسته از فعل‌های تغییر حالته. اشتربن یعنی مردن، یک تغییر وضعیت خیلی بزرگه، پس فعل کمکیش حتما زاین هست. میبینید؟ ساختار همونه، فعل کمکی ایست جایگاه دوم و اسم مفعول گشتوربن در انتها. و یه مثال دیگه از حرکت به سمت یه مقصد مشخص. شومن یعنی شنا کردن که خب یه فعل حرکتیه، پس دوباره از زاین استفاده میکنیم. چون فاعل ما ویا یعنی ما هست، فعل کمکی هم میشه زند. بس بیاید یه بار دیگه اصل ماجرا رو مرور کنیم. همه چیزی که شما برای ساختن زمان پرفکت نیاز دارید این فرمول ساده است. فعل کمکی هابن یا زاین رو صرف کنید و بذارید جایگاه دوم، بعدش هم اسم مفعول رو بفرستید آخر جمله، به همین راحتی. خب شما الان تمام ابزار لازم رو در اختیار دارید. بهترین راه برای اینکه این گرامر ملکه ذهنتون بشه تمرین کردنه. پس بیایید دست به کار شیم. حالا من از شما یه سوال دارم. امروز چیکار کردید؟ لطفاً جوابتون رو با استفاده از همین زمان پرفکت که یاد گرفتید توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. حتی اگه فقط یه جمله ساده باشه حتما این کار رو بکنید. این بهترین تمرین برای شماست. منتظرم جمله‌های قشنگتون رو بخونم. موفق باشید.